چی حق داری که با ما این همه میگویی؟ کی به تو چنین حقوق داد؟ اول شما بگویید که حقوق تعمید یوحنا از خداست یا از انسان؟ چی بگوییم؟ اگر از خدا گویید پرسد که چرا به یوحنا ایمان ندارید؟ از انسان گوییم مردم ما را سنگسار کنند، زیرا امینند که یوحنا پیغمبر است. ما نمیدانیم این حقوق از کجاست. پس من هم نمیگویم که به چه حقوق این همه میکنم.